سلام اکای حاجی میرزای شیرین سخن. لباسی که مثل پوست پلنگ باشد پوشیدنش جایز است. باز بعضی از زنها با این خیل لباس ها نماز هم میخوانند. میخواستم همین را فهمیم. من یک خواهر اسلامی شما و یک کف دعا دارم. خدا شما را بازم توفیق و هدایت تانه زیادتر گرداند. بله، به هر لباسی که نباشد، چی گویم که از کدام پوست نباشد، مقصد همون اکن پوشیدنشون پوست نیست، بلکه همون متریال هایی که گویم که هم آهنگ همون صورت های پلنگ و دیگر حیوان ها را میکنن، با که نداره، درست است، یگان زلال زیان ندارد. حتی اگر همون پوست هم که باشد دباغت داده شود، همون قطعی هم نماز خواندن درست است. السلام علیکم داملای عزیز، خدا نگهبان شما باشد. آیا با گلستروک نماز خواندن درست است؟ دادر عزیز، ما چند بار بیان کردیم که اگر ما گلستروک را گوییم که نادرست است، با گلستروک نماز نخوانید، پس اگر از ما پرسن برای چی با گلستروک نماز نخوانند، اگر جواب گوییم که این لباسی اروپیا هست، این لباس مردم غرب است، پس شما ببینید که چی چیز از غرب نیست. کدام لباسی ما از غرب نیست؟ کدام لباسی ما ساخت خود خاندان ما و شماست. برای همین ان الله لا ينظر الى اموالکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم. خداوند در دلهای شما نظر دارد، در لباس شما نظر ندارد. هر لباسی که در تو باشد و این لباس اگر پایبند عبادت خدا باشد، همون لباس هم در حق تو دعای خیر میکند. به همین خاطر بگذار هر کسی که نباشد، امروز برادرای ما، بسیاری برادرای ما، چی دانشجویها و چی صاحبای منصب، گلستروک در گردن لکن خدا را عبادت دارن، خوش به حال شو. برای همین با که ندارد، این اعراض نیست که ما گلستروک، و بعضیا میگن این توق لعنت است، و شما با اونا سوال دین که توق لعنت چیست؟ این توق لعنت گفتگی یگان چیزی نیست. این مثل یگان گلستروک و مثل یگان تاقی و سله آمدگی در سر شیطان نزده است. این چیزی نیست خودش. برای همین هر گناهی که نباشد خدا توفیق شون دهد نمازاشو نخوانم، با که ندارد. دادر عزیز، السلام علیکم اکای حاجی میرزا. از بین شام تا خفتن بعد 1 ساعت نماز خواندن ممکن است؟ نماز خفتن التماس سوال مرا جواب گویید. ولی آدمی که تعجیلی باشد، اگر از شام تا خفتن 1 ساعت گذراند و نماز خواند، ان شاء الله خوب است، بهتر است. لیکن اگر تعجیلی نباشد و فقط برای ناخوشی اگر 1 ساعت بعد خواند، این نمازش نمازی ثوابدار نیست برادر عزیز. کمترین 1.5 ساعت، و این باید در جماعت شما خوانید. اگر نباشد امکانیت جماعت و امکانیت طاقت، بعد 1 ساعت بخوانید درست است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یکی از مخلصان شما هستم از ناحیه 5. از شما خواهش میکنم در حق من و عائله من دعا کنید که همیشه دوستدار دین اسلام باشیم و خدا به من یک پسر خوب خدمتگار دین اسلام عطا کند. و یک سوال دارم. سوال چنین است: دختر عمکی را یا دختر خاله را در نکاح خود گرفتن درست است یا نه؟ التماس جوابش را گویید. مخلص شما از ناحیه 5. یکم بار می شود که در شهر کولاب زیبای شما هستم و نیت خواندن نماز جمعه آمدم. خدا علم شما را زیاد گرداند. خدا آن آرزو امیدهایی که کردید همگیش خدا برآورده کند و دختر عمکی و دختر خاله را گرفتن درست است برادر عزیز. سلام اکای حاجی میرزای شیرین سخن. لباسی که مثل پوست پلنگ باشد پوشیدنش جایز است. باز بعضی از زنها با این خیل لباس ها نماز هم میخوانند. میخواستم همین را فهمیم. من یک خواهر اسلامی شما و یک کف دعا دارم. خدا شما را بازم توفیق و هدایت تانه زیادتر گرداند. بله، به هر لباسی که نباشد، چی گویم که از کدام پوست نباشد، مقصد همون اکن پوشیدنشون پوست نیست، بلکه همون متریال هایی که گویم که هم آهنگ همون صورت های پلنگ و دیگر حیوان ها را میکنن، با که ندارد، درست است، یگان زلال زیان ندارد. حتی اگر همون پوست هم که باشد دباغت داده شود، همون قطعی هم نماز خواندن درست است. داملای عزیز، مادر من کسب فالبینی دارد
ما چند بار گپای او را گوش کنیم یا نه؟ هر روز مادرمان را میگوییم که این کسب حرام است و ای گوش نمی کند. در حقشان دعا کنید داملای عزیز، و در حق پدرم هم دعا کنید. خداوند از این راه نادرست، راهی که عاقبتش برای این مادر عذاب است، خدایا از این راه این مادر پس گردانی و اهل هدایتش گردانی. و سخن مادر گوش کردن، چه فالبین باشد چه غیر فالبین باشد، اگر خلاف سخن خدا و پیغمبر نباشد قبولش داریم. اگر خلاف سخن خدا و پیغمبر باشد پس اینجا نه از پدرش نه از مادرش قبول نمی شود، زیرا سخن خالق مقدم میستد از سخن مخلوقش. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من از شما خواهش دارم که در روز جمعه با برادر ما مرادعلی دعا کنید که صاحب فرزند صالح شود. خداوند این مرادعلی و دیگر برادرایی که در این مسجد ما نشستن و آرزوی فرزند سالم و صالح را دارن، خدا نصیبشان گردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم اکای داملا حاجی میرزا، از شما خواهش با این سوال من جواب گردانید. من شنیدم که اگر فیلم های بی معنی را که تمام عضوهایشان نمایان است اگر تماشا کنی گناه کبیره است. از شما خواهش میکنم که شما پره فهمانید تا اینکه از این گونه فیلم ها مردم تاجیکستان ما دور ایستند. انشاءالله من در این باب خیلی چندین بارها گفتم شما نوارهای را تماشا کنید که برای اخلاق حمیده خود شما باشد. اون روز من با یک آدم حکومتی از همین شهر کلا وقتی صحبت داشتم، در بین صحبتش برای من حتی که فرمود که حاجی همین مردم خبر ده که مثلا بعضی همون فیلم هایی که در تلویزیون می شود و با اونها مقصد توجه نداشته باشند که بسیار اخلاق دخترهامون و بچه هامون بسیار به ترتیب شده است. بله این بسیار من بسیار چیزا میدانم ده از روی همین فیلم هایی که مردم ما تماشا کردن به کدام روزا آمده رسیدن. حتی بعضی هاش اینجا شاهد هست برادرای ما که در همون جنگ عائلوی اشتراک داشتیم، از روی همین فیلم های پورنوگرافی که تماشا کردن بچه ها، عروسی 20 روزه الکی گویم که از زندگی بیزار شد، طلاقش از شوهرش گرفت. 20 روزه از روی همین کینه‌های به معنی که امروز جوانای ما تقلید به اونها میکنند. به این خاطر دادر عزیز این هیچ وقت برای ما خوشبختی نمیاره. السلام علیکم ایشان حاجی میرزا، خداوند شما را از همه فتنه ها، اختلاف ها و کشمکشی هایی که حاضر در تاجیکستان از شما را نگه دارد. من امام یک مسجد کلان در پایتخت هستم. با قوم خود شما را نسبت همه داملاها احترام خاصه داریم. از گرفتن نامم خودداری کردم. حاجی خدا به تو خیر خواسته است و تو را دوست می‌دارد که امروز مردم خرد و کلان شما را دوست می‌دارند و حرمت می‌کنند و هزارها زن و مرد با سبب شما هدایت یافتند. یک نصیحت دارم و دو سوال. نصیحتم همین است داملا، فقط از پسی نصیحت‌های لازمه و درکاری در جماعت صحبت کنید، در جمعه صحبت کنید. از این دایره بیرون نشوید و مسئله های اختلافی را در مسئله های اختلافی وقتتان نگذرانید. بخشش زیاد خودتان از من خوبتر میدانید. یک نصیحت کرده است برادر که امروز بعضی گویم اختلاف ها و بعضی نافهمی ها و بعضی عمل هایی که گویم که نه گویم باعث بحث و مناظره باشد که دامنگیر مردم ما شده است و امروز سبب شده است و به خاطر بعضی مسئله جزئی که هیچ قدر و نقش در اسلام ندارند گروه‌بازی ها شده است. یکدیگر را بد میبینیم، یکدیگر را روی خوب نمیدهیم، حتی لازم شود یکدیگر را زده خونشارم که کنیم دلمان خنک نمیشود. مقصد از همین اختلاف ها دور باشو، از همین مسئله ها دور است. اینا ابله هستند، اینا بیعقل هستند، اینا خدمتگار در اسلام نیستند. با این عمل ها این خدمت نیست. خدمت راهاش دیگر است، خدمت مسئله هاش دیگر است. اون مسئله های مرکبی هست که من باوری دارم که اینا اگر به یکی از اونا پیوست شوند
باور که در وجودش آنقدر ترس پیدا میشه از که خدا داناست که دیگر روی زمین نمیبرش. این چی مسئله است؟ مسئله مهمه که انسان بعد او فشارها میبیند، عذاب میبیند، چنگی به وی بزن. این چی است؟ این چی مسئله هم نیست آخه. مثلا این داملا خدا خیرش دهد ما را نصیحت کرده است که از همین مسئله دور باشیم. ما دور میستیم، لیکن افسوس که دور ایستادن مانم باور کنین چگونه ای که برای خودمان یک مسئولیت بلند حس میکنم که مبادای مقصد ما قرار ایستیم و ما به مردم چیزی نرسانیم و بعدن گوییم بعضی از شخصیت ها مردم کاردار شدن گیرن، اینجا در باز ما قرار ایستادن نمیتونیم. و این خاطر نصیحتی منم همین است. دادرای عزیز، باز میگویم، باز به گوش شما میرسانم، یگانه چیزی که امروز مطابق مناسب برای ما و شماست مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. از این مذهب دادر عزیز اینجا سوال آمده است، یک وجه بیرون نشو. به نام آن خدا دفاع از مذهب مان دفاع قرآن و سنت است. هیچ زلل و خلل در این راهی که ما و شما اختیار کردیم نداریم. ببینید 200 میلیون عالم ها و مفسرات در هندوستان دفاع از مذهب امام ابو حنیفه دارند. 200 میلیون، 80 میلیون مردم افغانستان. ببینید چقدر اولی کل من دیگر دولتاش برای شما نمیگیرم. 80 میلیون مردم پاکستان، همه مولوی هستند، همه اهل علم هستند. صدها کتاب نویسنده برای خدمت اسلام تقدیم کردند، همگیش پیرو مذهب امام ابو حنیفه است. از آن جمله بنده هم دوستدار از پیرو مذهب امام ابو حنیفه است. برادرها از ما شکرانه میکنند، هزارها آدم به دعوت شما هدایت یافتند، از مذهب ساده خدمتی در اسلام میکنند. به این خاطر دادر عزیز، هر چی در مذهب آن هست، هر ترتیبی که نمازی که در ما و شما بود، از این بیرون نشو دادر. اگر تو سوال داری، اگر تو چیزی پرسیدنی، از من بپرس. من برای تو انشاءالله به نام خدا، از برای خدا غمخوارم، از برای خدا دوستت میدارم. دیگر نه به منصب پدرت نه به مالداریت به نام الله اهمیتم نمیتونم، پروا هم ندارم، فقط به خاطر خدا دوستت میدارم. برای همین نصیحتی منم همین است دادر عزیز. امروز بسیار وقتی حساس است و وطن مانم دوست داریم. یک زمان دیدیم ناآرامی ها را، کشمکشی ها را دیدیم، چی بدبختی ها را دیدیم. و فکرم که دیگر دل ما و شما را این معرکه های ناخوش گرفت. بسیار نعمتی خوب آمده است، آرامی، الحمدلله. این زیباگی مسجد ببین، از ساعت 8 9 مسجد پر آدم است. این میکروفون ها را ببین، صدای الله اکبر دارند. چی دیگر برای ما لازم است؟ دویم، اکخان خواهرخان از نگاه اسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. پروردگار والله علم در کدام سوره مبارکه است از یادم رفت، میفرماید محمد صلی الله علیه و سلم به هیچ کدام تو پدر نیست، بلکه رسول الله این آخران پیغمبر است، بعد او پیغمبر دیگر نمی آید. این آیت میگن شأن نزولش در حق زید ابن حارث است که پیغمبر خدا و یا بچه خان گرفته بود. ببینید یکی بچه خان و پدر خان، لیکن وقتی که زید زنش طلاق داد، رسول اکرم و یا نکاح کرده گرفت. این به خاطر چی بود؟ به خاطر که بچه خانی و اپه خانی و اکه خانی در اسلام حرام است. این دروغند. هیچ وقت شما به این عمل دست نزنید. این اپه خان مای، این خواهر خان مای، این اکه خان مای، دروغند. اینا دا گناهگار میشوید دادر عزیز. دوم، سیوم، سنت خفتن را میخوانند تا امام نخیزد قوم نمیخیزد. چی معنی دارد؟ مثال ما و شما فرض میخوانیم همراه امام، بعد او سنت میخوانیم و بعد سنت مثلا تا امام نخیزد به سوی نماز 3 رکعت وتر واجب ما و شما نمیخیزیم. خوش به حالتان دادر عزیز. این احترام است، این حکمتش احترامی پیشواتون هست.
احترامی عالم ها هست. شما احترام کنید، بگذار اول امام خیزد، بعد از پس امام شما خیزید. به خاطر این حرمتی که شما نسبت امام کردین، نسبت پیشواتون کردین، الله برای شما در اول صحبت که آداب من برای شما بیان کردم، الله برای شما آتش دوزخ حرام میگرداند. السلام علیکم حضرت داملا. ما 8 نفر هر جمعه از دوشنبه جمعه شما میاییم، فقط برای سخنهای شیرین شما و حقیقت را بیان کردن شما. ما را میگویند که چند مسجدهای را که میگذرید 10 ثوابتون کم و 10 گناه نوشته میشود. آیا این حقیقت دارد یا ندارد؟ مثلا این بیچاره از اونجا تا اینجا آمدن، اگر 200 مسجد گذره، تصور کن 10 ثوابی قدری 2000 ثواب کم 2000 گناه نویسانده میشود. کدام آدم مثال گویم خیر برای اینا فتوا داده باشد که فتواش البته از روی کتاب نیست، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه من تطهر فی بیته ثم مضى الى بیت من بیوت الله. ببینیم هر کسی در خانه طهارت کرد، بعد از آن قدم زد به سوی ببین بیوت من بیوت الله، به سوی خانه از خانه های خدا. نگفت مسجد محله، نگفت مسجد شهر، بلکه گفت به خانه از خانه های خدا، نابسته در کجای نباشد. ببینید بیوت من بیوت لیقضی فریضه من فرائض الله. مقصدش چی بود؟ رفته موعظه را گوش میکنم، پس گشته به خانه میام. پیغمبر خدا گفتند برای این گونه شخصی که اراده کدام مسجد داشته باشد، اکنون این روز بچه ها اراده دارن که جای می رویم که اونجا صحبت باشد، جای می رویم که اونجا گویم که مسئله ها از روی حقیقت اسلام حل شود. پس با این خواهش وقتی که آمدن، خدا برای اونها چی مکافات می دهد؟ لیقضی فریضه من فرائض الله کان خطواته احداها تحط خطیئه والاخرى ترفع درجه. خداوند گفت قدم اولی که گذاشتی همه خطاات خدا نابود کرد، قدم دومی تو مرتبه تو را در جنت بلند کرد. و این خاطر دادر عزیز تو انشاءالله مرتبه ساعت به ساعت در جنت بلند میشد. هیچ وقت این معنای را ندارد تو ثواب میگیری، تو پاداش میگیری، نخواه به نیت خیر بیای با گناهگار شوی. خب الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا و یرفع به درجات اسباغ الوضوء علی المکاری و کثرت الخطا الی المساجد. حبیب خدا با بیان کردن آیا شما را دلالت کنم به یک عملی که اگر چند زنید خدا خطاهاتون را میبخشد، مرتباتون در جنت بلند میکند. گفتن چیست؟ گفتن کسی که قدم زیاد به مسجد میزند خودش دلالت بر همین میکند. حتی بینین همو بنی سلمه، حدیثی هم بخاری است هم مسلم است. بنی سلمه وقتی که اطراف مسجد پیغمبر خالی شد، اونا گفتن که میرویم در پهلوی پیغمبر خدا خانه میدازیم، پهلوی مسجد. وقتی این آوازه به پیغمبر خدا رسید، به نزد بنی سلمه رفت. چی گفت؟ گفت بلغنی انکم یا انکم تريدون ان تنتقلوا الى قرب المسجد. من خبردار شدم که شما خانه هاتون همه پرتاین و پهلوی مسجد ما آمده خانه میکنین. گفتم بله ای حبیب خدا، همچنان اراده داریم. رسول اکرم چی گفت؟ یا بنی سلیمه دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم. ببینید گفتن جان من شوین، از جاتون نجنبین. همین راهی دوره که شما بین مسجد و بین خانه شما مسافه که هست، خدا در هر قدم تو حسنات نویسانده میکند. نزدیک نیا که از این حسنات محروم میشوی. این دور آمدن ثواب دارد، این پاداش دارد، این هیچ وقت گناه ندارد. دادر عزیز یکم سوالش. دویم سوال، روزهای جمعه اگر با پول یا دروغ گفتن در درس اشتراک نکنی درست است یا نه؟ اینا دانشجو بودن برادرای ما. دویم سوالشون آمده است که ما در خوابگاه دانشگاه اگر با تگی تروسی در طهارتخانه طهارت کنیم درست است یا نه؟ مثلا بعضی آدمی هست که تای تروسی و تای میکه حمام می‌دراید، اما طهارتخانه درون خانه‌اش می‌دراید، به همون اگر طهارت کند بله طهارتش درست است، با که نداره.
درست میشه طهارت. فقط عبادت با او درست نمیشه. مثال نماز خواندن با او درست نمیشه، طهارت کردن درست میشود. خب و در دوام گفته است که اگر روزای جمعه ما با پول یا با دروغ گفتن معلم اگر در درس ها اشتراک نکنیم و جمعه آیم گناهگار میشویم یا نه؟ برادر عزیز و گرامی، اون یک مصرع شعری بود از یادم کمی رفت که بسیار مطابق و مناسب بود. هر که از عالم گریزد در جهان، ببین، هر که از عالم گریزد در جهان، او ز دولت می گریزد این بدان. مقصد شما وقتی که از درس های خود می گریزین، ولی امروز برادرای ما در همین مسجد اشتراک دارن، بسیارش معلم ها را دروغ می گویند یا با طریق پول، چگونه این برادر ما گفته است یگان مبلغ می دهند، خب یا از درس اشتراک نمیکنن، آمده جمعه شو نمیخوانند. دادر عزیز، من چند بار گفتم برای شما، من خودم در مکتب به باهای خوب و اعلی خواندگی، باور کنین ما در اما اتستاد ما 3 نداریم، ما غمگین میشدیم که 3 میگرفتیم. و من گفته بودم به شما، من محب و دوستدار همان جوانی هستم که از نام او از مکتبش من رحمت نامه شنوم یا رحمت شنوم که خوش به حالت داملا که همون بچه در محله شماست یا در مسجد شماست، بسیار بهای خوب و اعلی دارد، اخلاق حمیده دارد. برای همین دادر عزیز، وقتی دروغ گفتی تو دروغگو هستی، مبلغ دادی، در این مبلغ پیشگاه خدا در تو جوابگر هستی. برای همین در همون دانشگاه، در همون مکتب خودت، همون ساعت درسی که هست اشتراک کن، دادر درس بخوان، برابر ثواب جمعه را تو در پیشگاه خدا میگیری. برای شما خدا باز نماز دیگر در روز جمعه داده است، خلیفه نماز جمعه نماز پیشین است. بیا نماز پیشین تا بخوان، در دلت که محبت جمعه را داری، خدا همین ثواب برای تو میتید. ما از این میکروفون ها اینقدر داد میگوییم که علم دنیا علم خداست، علم آخرت علم خداست. پس امروز که ما شما را از درس ها باز داریم، درس ها در نروین، مسجد آین، پس این دولت ما و شما را کی آباد میکنه؟ این جامعه ما و شما را کی آباد میکنه؟ و هر یک ملک همون آدم خودش آباد میکنه. برای همین دادرای عزیز، همیشه در درساتون اشتراک کنید. پدرها و مادرها شما خیلی نظارت کنین، سخنای ما را برده رسانین. من جانبدار هستم که او در روز جمعه در مکتبش درس خواند، معلمش احترام کنه، معلمش دروغ نگوید، خوان درس خوان به فایده جان خودت است. ببین شاعر چی گفت؟ هر که از عالم گریزد در جهان، او ز دولت می گریزد این بدان. تو از دولت می گریزی، از دولت معرفت، از دولت معنی، از دولت دانش و فهمیش تو می گریزی. چی معنی دارد این؟ السلام علیکم اکای حاجی مرزا، من از قرغان تپه هستم. 2 سوال دارم. 2 توی را یک جای گذرانیدنش را میگویند که یکی از این بدبخت می شود. این حقیقت دارد یا ندارد؟ نه، حقیقت ندارد. اگر در خانه یکی 2 توی یک جا می شود، مثال یا دختر تا شوهر همراه بچه تا زن دادن، یا 2 بچه تا یک باره زن میتی، یا 2 دختر تا یک باره شوهر میدهی، این بدبختی نمی آرد. دادر عزیز، بدبخت کردن، نیکبخت کردن فقط کار الله است. این توی هیچ کدامی را بدبخت و نیکبخت نمی کند. اگر فتوا می دادن که انسانی که اگر امکانیتی 2 توی را 1 توی کردن داشت لیکن نکرد، وای توی دار بدبخت می شود، اینش درست بود. انا اینش درست. به خاطر که شما یک خودتان در ترازوی عقلتان سنجین، خراجات کم، دوادو کم، آخر گویم وقت چقدر قیمت است، وقتاتان انشاءالله همش صرفه‌کاری می شود، چقدر فایده برای جان شما هست. برای همین اگر 3 توی که در خانه تو یک جای کرده توانی با خوش به حالت، ولی 2 توی که یک جانب است. دوم، در جای ما تا حال در بعض جایها جمعگی هست، آیا اشتراک کنیم یا نکنیم؟ ما از جمعگی های همیجه
خیلی صحبت ها داشتیم. و یا حدیث رسول اکرم است، من شما دخوانم. حدیث متفق علیه است، همه کتاب حدیث روایتش میکنند. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من اطاعنی فقد اطاع الله و من عصانی فقد عصى الله. ببینید، و من یطیع الامیر فقد اطاع الله و من یعصی الامیر فقد عصى الله. حبیب خدا گفت کسی مرا اطاعت میکند، اطاعت من اطاعت خداست. کسی مرا گناهگار شد، نزد الله گناهگار است. کسی پادشاه را اطاعت کرد، اطاعت خداست. کسی پادشاه را گناهگار شد، گناهگاری پیش خداست. برادر عزیز و گرامی، هم الله امر کرده است، هم رسول امر کرده است، هم پادشاه امر پادشاه است که شما با همین ها نزدیک نشوید که اینا از ما نیست. وقتی اگر شماها نزدیک شدین، ببینین سخن خدا، پیغمبر، پادشاه همگیش پشت سر میگذاری، تو در پیشگاه خدا عاصی و گناهگاری. تو خوراک نمیخوری، تو بلکه زهر به جانت میخوری. برادر عزیز و گرامی، باور کنید من تیار هستم اگر این کدام انسانی باشد ناراضی باشد یا حجت داری یا دلیل داری برای آن که همین فتوا یا که همین سخنی که ما گفتیم نادرست است، من به نام خدا با تو تیار هستم که صحبت کنم. حتی در مکتوب نویس حجتات، من آشکارا در بین مردم حجتات میخوانم. اگر حجتات قوی باشد من از همین سخنی گفتگیم پس میگردم، لیکن من از خدای خود امید دارم. آخه ما اینقدر نظارت در کتاب ها کردیم، اینقدر برای شما رسانیدیم و ما هم در پیشگاه خدا میترسیم و این کار برای ما فایده آورتر است از شما دیده. ما راحت این معرکه را زیادتر میبینیم، نه شما. لیکن برای خدا شده شما را ما از این عمل باز داشته ایستاده. در هر محله که جمعگی هست وکیلش خاموشه، در کدام محله که جمعگی هست ملاش خاموشه، برابر یا نمون خورنده به نام خدا گناهگارن. اینشان فراموش نکنید. خب سلام داملای عزیز، من از شما یک خواهش دارم که مرا یک کف دعا کنید که من در لیسه ترکی تاجیکی کولاب با سواد خودم گذرم. آرزو دارم که در این لیسه گذرم و با خواهش خودم سطر میکنم و قرآن خوان میشوم. خدای مهربان و این آرزوهای نیک تو را موفق گرداند. آمین یا رب العالمین. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا، نصیحت های شما قیمت ندارد برای شخصی که فهم دارد، ایمان دارد، آدم هست. من معلمه مکتب میانه، صاحبی 6 فرزند، کلیندار، داماددار هم هستم. 5 وقت نمازم رو میخوانم، از خدا میترسم. شوهرم 5 وقت نماز خوان، جمعه را نزد شما میخواند. خواهش دارم که همان مردهایی که زن را دشنام، کلینها را حقارت‌های بی معنی، بانکش صحبت کنید. اهل خانواده خدا میگوید که یگان جای سفرکی شود یا از خانه 1 ساعت هم که باشد بیرون باشد. داملا، من میدانم اینجا عیب شما نیست، لیکن از خدا امید هست شنود، شاید تغییر یابد. یعنی معلمه کسی باشد خدا خیرش دهد که شوهری دارد که از روی گفته هاش این است که حقارت کننده هست، کلینها را دشنام‌های بی معنی، بازم این چی بوده است؟ بانکش بوده است میگوید. خب برای اینا گفتن صحبت کنید. اینجا من در همین قریب چند سوالی که هست ببینین، همه شکایت، همین شکایت ها را درو میخونم، بعد یک جواب مکمل میگم، تمام. داملا، السلام علیکم و رحمت الله. هم نمازخوان هم دخترها را، چی شوهردار و چی غیری، او را استفاده میبرد. آخر این چی ایمانداری است؟ در کارخانه کار میکند که با او دخترها زیاد مراجعت میکنند که کاری آنها 30-40 سامانی قدر دارد، لکن این شریک من حرامی میکند. من همراه او کار کنم یا نکنم؟ خب
السلام علیکم رحمت الله و برکاته. محترم بابای حاجی میرزا، من به شما اخلاص سخت و باوری کامل دارم و از همین سبب میخواهم کمی هم باشد درباره آدمهای تهمت کن و جنگداز و دروغگوی ها صحبت میکردید. همین جمعه التماس فخر کلاب ما همه اونها در جمعه تو حضور دارند. این تهمتچی و دروغ و بهتان و نمین همه دزد رهزن. خب سلام داملای محترم، من یکی از مخلصان شما از رایون واسه. من میخواهم فهمم شوهری من 5 وقت در مسجدتون نماز میخواند، مسجد نماز میخواند، نماز جمعه میرود، لیکن از زبانش یگان کلمه خوب نمیبراید. فقط در زبانش پدر و مادرم را دشنامهای قبیح میکند. با یگان همسایه داد و گیر ندارد، با تمام کار خانه کار میگیرد. التماس جوابش را گوید. شوهرم در همین جا نشسته گوش میکند. یعنی همین جا به دست باید. خب این همین یک 5-6 تا نگاه کردم از بین سوال ها، همین ها را همش یک جا کردم. بعد برای شما یک قصه میکنم از معدن حال جنونی که آدمی که ایمان دارد دروغ میگد، بهتان میکند، دشنام کننده هست. اهل خاندان آرزو دارند که خدا 1 ساعت همین خانه بیرون باشه. آرزو دارند که مقصد از رنگ نمود همین آدم ما بیزار شدگیم. حتی شاید وقتی این آرزو را کردن شاید آرزو هم داشته باشن خدایا آخه در اوتر جانش بگیر، جان من از این خلاص شود. اینش دم باور که آرزو میکنن. پس بیان یک قصه میکنیم. بود گبر در زمان بایزید، گفت او را یک مسلمانی سعید که چی باشد گر تو ایمان آوری. ببین تا چی باشد تا که ایمان آوری، تا بیابی 100 نجات و سروری. یک گبر بود. گبر میدونین آتش پرست میگن، پیرو دین زردوشت. اگر 100 سال گبر آتش فروزد با یک دم کندران افتد بسوزد. سعدی میگه اگر 100 سال که گبر آتش پرستی کند امید آتش در زد و میسوزش. مثلا را خدا میگه لیکن خداش با میسوزانه نابودش میکند. یک گبر بود میگوید در زمانهای بایزید زندگی میکرد. بود گبر در زمان بایزید بستامیده. گفت او را یک مسلمانی سعید. یک مسلمان آمد و بعد چیش گفت؟ یک مسلمان یعنی خیلی مسلمان دروغگو و تهمتگر و اینمتری آمد پیشش که چی باشد تا که ایمان آوری، تا بیابی 100 نجات و سروری. یا ایمان بیار. گفت همین آتش پرستی را پرتا گفت آخه هیچ فایده ندارد. بیا گفت ایمان بیار. گفت این ایمان اگر هست ای مرید آن که دارد شیخ عالم بایزید، من ندارم طاقت آن، تاب آن کنفوزون آمد و کوشش های جان. گو اگر همین ایمانی که بایزید بستامی دارد به همون من دلالت میکنی. گفت بله انا همون بایزید بستامی، همون ایمانی که بایزید بستامی دارد به همون ماتر دلالت میکنیم. این گبر چی گفت؟ من ندارم طاقت آن تاب آن، من طاقت ندارم. گفت آن ایمانی که بایزید دارد، آن خدا ترسی که بایزید دارد، آن رفتاری که این بایزید بستامی دارد، اصلا من گفتن من کنفوزون آمد و کوشش های جان. 100 جان داشته باشم کوشش کنم لکن مثل بایزید من ایمان داشته نمیتونم. من ایمان اساسی و یقین در بایزید میبینم. گبر گفتن گرچه در ایمان و دین ناموقنم لیک در ایمان و من مؤمنم. گو اگرچه من در دین شما باوری ندارم، در ایمان آوردن یقین ندارم، لیکن در ایمان بایزید ایمان آوردگی هستم. ایمان همون را دیدم، عبادتی و دیدم، گویم رفتار و گفتار و حیاتی و من دیدم. در ایمان و من ایمان دارم، لیکن در دین و در ایمان من یقین نیستم. باز ایمان انا کو ببینید چی میگوید. گبر چی میگوید؟ باز ایمان گر خود ایمانی شماست، اگر مثل همین ایمانی تو باشه 5 وقت نماز میخوانی، در خانه آرزوی دیدن تا ندارن، از دست تو آزار میابند، تو دروغگویی، تو تهمتگری، تو بی‌حیایی، تو نماز میخوانی
زنا میکنی، تو نماز میخوانی، عرق مینوشی، اگر همین خیر رنگ تو ایماندار باشد، باز ایمان گر خود ایمانی شماست، نه بدان میل استم و نه اشتهاست. اشتها ندارم گفت، میلم ندارم گفت. ببین هیچ میلم. در دوامش چی گفتن حضرت؟ گفتن آنکه 100 میلش سوی ایمان بود، ببین آنکه 100 میلش سوی ایمان بود، چون شما را دید آن فاتر شود. آدم ایماندار وقتی تو را میبینه، عملی تو را میبیند، رفتار و گفتاری تو را میبیند، اگر ایمان می آوردگی باشد میگد نه ایمان همین باشد، اسلام همین باشد، من قبولش نکردم. برای چی؟ زان که نام بیند و معنیش نه. حضرت بیان کردن زان که نام بیند و معنیش نه، تا بیابان را گلستان گفتنه. همین یک بیابان، یک جایی که آب ندارد، یک گویم خاکباد است، درخت ندارد، همون خیل جا را آدم گلستان گفته میتواند؟ نمیتواند. گفتن آدمی که عملی خوب ندارد، رفتاری خوب ندارد، انسانی که کاملا به گویم که قرآن ایمانی پر نآورده است، همین خیل آدم چه مؤمنی کامل میگوید. خدا در قرآن سوره بقره ده یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات شیطان. ببین پروردگار ما را چی میگه؟ در اسلام با پرگی درآیین، با دستاتون درآیین، با دلهاتون درآیین، با چشمهاتون درآیید، با پایهاتون درآیید. یعنی همه اینها از خدا ترسن، همین خیلی اسلام قبول کنید. برای همین برادر عزیز و گرامی، شما از جمله اونا نباشین. و دروغ گفتی الک تصور کن که ثواب عبادتات نابود میکند. خاندان ده که آدم دلازار باشی، مردم از تو نفرت دارن، در حق دعای بد میکنن. امروز با بدبختی را ببینین، نماز میخواند لیکن دخترای مردم استفاده میبرند. از خواهرت نمیترسی؟ از زنت نمیترسی؟ حبیب خدا گفت کما تدین و تدان، چگونه معامله میکنی همون معامله را انتظار شو. دختری کسی را رسیدی، دخترت به بلاغت رسید میرسنش. زنی کسی را استفاده بردی، ساعتش میآید زن تا استفاده میبرن. از خدا نمیترسی؟ همون به آبروگی که در حق یک برادر میخواهی، اگر همون به آبروگی را در راست تو کنخته چه خیلی تصور میکنی؟ برادر عزیز، حبیب خدا میگوید لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. تو ایمان نداری، تو اسلام نداری تا زمانی که آن چیزی که برای تو بد است برای برادر مسلمانت باید بد نبینی، یا آن چیزی برای خودت خوب است برای برادر مسلمانت خوبش نبینی. برای همین برادر عزیز و گرامی، خودتون خلاصه براره. حاضر بسیار امکانیت های خوب است، بله شرایط ها بسیار فراهم آمده است، لیکن تو از خدا بترس. تو به خدا قسم به نام الله، ولی انشاءالله که من اکو وحید چه میگویم وقتش بسیار کم است، انسانی که دستی به زنا میزند بسیار وعید وزنی دارد. برای همین شما ببین یک گبر، یک آدم آتش پرست به خاطر همین دروغ و زنا و عرق نوشی و بی‌تمیزی ما ایمان قبول نکرد. گفت من ایمان نمیارم. همون پهلوان قزوینی در ایران وقتی او یک قصه کرده بودیم با که به یادم آمد، جاش به گوش شما رسانم. وقتی آمد میگوید میکه را بدر کرد و بعد به شکم خواب کرد و بعد آدمی که نکالکه میزد گفت همه پشت ما در یک صورتی شیر بزن. گفت ولی در همون صحنه های جنگ در تلویزیون میبرد کو مثال مردم امریکا و مردم دیگر دولت ها دستاشان در صورت های مار و پیشای براشان در هر گونه صورت های حیوانات زدگی است. این هم آمد گفت در پشت من هم یک صورت شیر از آن. گفت برای چی؟ گفت تو که حریفم که دید همون شخصی با من گوشتین میگیرد، همین صورت که دید یک حیبت گفت فراش بگیرد. گفت میلش های گفت خواب کن. بعد سوزن از زد، همین سوزن زن که داد گفت از کجاش سر کردی؟ گفت از دنبش سر کردم. گفت ترکش که شیر به دم میشود. گفت های گفت میلش باز سوزن ترکت درنگ بازد. گفت از کجاش سر کردی؟ گفت از شکمش سر کردم. گفت شیر به شکم هم میشود، از دیگر جاش بگیر. بازد. گفت از کجاش سر کردی؟
گو از پشتش سر کردم. ای گو شیر بی پشتم می شود. بعد چهارم بار سوزن زد. گو از کجا سر کنم؟ از کجا سر کردی؟ گو از کله شیر سر کردم. ای گو ترک کن، گو شیر بی کله می شود. وقتی این سوزاندن که شنید بعد چیکار کرد؟ حضرت مولوی رومی چی میگوید مثنویش ده؟ بر زمین زد سوزن آن دم اوستا، گفت در عالم کسی را این فتاد. شعری بیگوش و سر و اشکم کی دید؟ این چونین شعر خدا کی آفرید؟ چون نداری طاقتی سوزن زدن، از چونین شعری ژیان پس دم مزن. طاقت شعر نداری گو ای شعر گپ نزن. برادر عزیز، طاقت اسلام نداری، مولوی را مرادش اسلام است. طاقت اسلام ایمان نداری، مردم ایماندار اسلام را بدنام نکن، بدنام نکن. در صورت تو آدم مسلمان را میبینن، در سیرت تو آدم ایماندار را میبینن، حالا که شاید اونا ندانند که اسلام علیه این گونه جوان مردها لعنت گفتگی هست. خب سوالای بسیار خیلی انشاءالله اینوشه وقت شود. اگر السلام علیکم داملای عزیز و شیرین بیان، ما 7 نفر از فرخور در جمعه شما اشتراک داریم. خب یکی از نفرهای ما شرایط لباس دارند، لکن روز جمعه لباسای به معنی پوشیده، لباسهای چرکین پوشیده، دلش به لباسهای نوش نمی شود. بچه ها شکایت میکنن که لباسهای تازه پوش سنت است، روز عید است، گوش نمی کنند. داملا همیره یک نصیحتی کنید. کن نصیحت شما خودتون نصیحتش کنید که از شما دیده عبرت گیرد. و ایلا من اگر یگان سخنی گویم بعد یکی شاید ملال شود، برای این بهترینش همین است که شما خودتون نصیحت کنین. انشاءالله شاید نصیحت های شما را گیرد که همون لباس های ناخوب شد ترک کند، لباس های نو پوشد. آخه لباسی نو با کی را میمانی؟ گفتی حضرت مولوی رومی، مولوی جنون رحمت الله علیه، نمیمانی در این دنیا 90 سال، نمیمانی در این دنیا 90 سال، مگر هستی برای غیر حمال. نه نوشی جان کنی، نه پوششی تن، گذاری مال را بر شوهری زن. ایرا معدن حال میگه. من نصیحت کنم بعد یکی ملال میشود. برای خودتا نصیحتش کنین، بهترش همین است. حضرت خودش بیان دارد. برادر عزیز و گرامی، این سخن معدن حال است، سخن مولوی جنون است. نمیمانی در این دنیا 90 سال، مگر هستی برای غیر حمال. نه نوشی جان کنی، نه پوششی تن، این در شکمت به حضور نمیخوری. پولا را ذخیره داری، لباسات ذخیره داری. نه نوشی جان کنی، نه پوششی تن، گذار مال را بر شوهری زن. با شوی زن بماند مخزنی تو، با جان خود عجایب دشمنی تو. جان خود دقیقه دشمنی، و جان خودت راحت کنه، مبلغات خودت بخور، بهترین نعمت ها را رفته خریداری کن، شکمت بخور، بهترین لباس ها را بپوش. و برای کی را میمانیش؟ چی در کار است؟ این جمعه آمدی تا جمعه دیگر خدا دانه تو زنده ای مرده ای با چی میدانی؟ دویم چی گفته از این برادری ما؟ داملا یگان نفر را مثل خودتون تیار کنید تا که این دعوت های زیبا و پر تأثیر شما از کلاب و اطراف کلاب و جمهوری خاموش نماند. با پدرت، مادرت، اولادت، استادهایت رحمت خدا باد. شما را خدا نگه دارد. انشاءالله که این منبر و این سخنرانی چیزی تیار کردن نیست، این داد خدا ہے، این داد خدا ہے برادر عزیز. بسیار